خبر بد دارم این 7 ساعت نبودم. حاجی تمام کرد. حاجی جون مامان اونجاست. حاجی امشب سلام ما رو به مامان بابات برسون. حاجی بذار شک بدم با خواهی. ماشین رو شستیم تا الان سر کار بودیم، ساعت 6 بعد از ظهر. من بگو حالا آیسان تو کارتون خواب بودی، تو برای چی با این همه سرمایه سر کاری، این همه زمین زیارتی پردیسی برش مازنده رو نیدله های بر زندگی ها گندی ها های مالشی کدام انقدر پدرت برات زمین گذاشت، من و قدیر جون همه چیره به کیر دادیم، تو که بابا همه چیره پدرت برات گذاشت بفروش بخور حاجی دیگه. حاجی تموم کرده است بکنم وایسا میام. آقا من و حاجی جون گرینوف ما میگم به من نگو حاجی گرینوف، بگو حاجی چاپلین. باشه حاجی چاپلین. جون حاجی تو صحبت کن، حاجی صحبت کن. نه خسته نمیشم من کسکش، صحبت کن حاجی. بچه ها برنامه عرقخوری 2 ساعت دیگه شروع میشه. امشب میخوام مست بکنم گیرم نده. دیشب لس بود حاجی، امشب مست حاجی. حاجی امشب داداش ساعت 9 میریم شام، 11 شام میخوایم بریم پاره پوله شیم داداش. مست میخوام بکنم امشب، مستم و ملولم حاجی و شنگولم، پولشو دارم حاجی جونه جون. حاجی چرا چشماش شب و راست میره، لالای لای با اون لباش میاد بالا باز میره، لالای لای حاجی جونم حاجی جونم. آرش میگه حاجی ما چه گناهی کردیم که توی ایران 80 میلیون نفر غره تو افتاد به ما. شب یه تیپی میخوام بزنم تمام فردا صبح میبینید این یارو کی بود بنرشو تو ایران زدن، آخونده رفته بود سیاه‌تابه ایران دکترا بدادن به کسمشنگه آقای حاجی خیرینوف غیر کسکشو. فردا میبینید صبح اومدیم بیرون همه بنرهای من تو شهره، تو اتوبان صد، اتوبان شهدا رو دوست دارم، احترام کامل میذارم، تمام شهیدا، ای کیر شهیدا تو دهن اینا همه با هم. مرسی دارم